در روز 8 مارس و 23 فوریه عموماً دخترها و پسرها با همدیگر هدیه می دهند و برای خود دری را برای رابطه های نامشروع، رابطه های حرام می کشایند. با یک هدیه دادن با همدیگر انس می گیرند و بعد از آن رابطه های نامشروع و حرام آغاز می شود که نتیجه بد و منفی آن را دیده ایستاده ایم. جوان مردان مسلمان، شما را به خدا از این کار حرام بپرهیزید. از این کار شما تنها شیطان خوشنود می شود، ولی الله مقتدر و توانا، الله متعال ناراض و غضبناک می شود که دیر یا زود آتش خشم و غضب پروردگار شما را دامنگیر می شود. مگر شما همین را می خواهید؟ هدیه دادن به دختری که در نکاحت نیست مگر حلال است؟ شما را به خدا از روی وجدان جواب دهید. آیا برای شما پسند است که مردی بیگانه به خواهر یا دختر شما 8 مارس گفته هدیه دهد؟ غیرت و ناموس مسلمانیتان کجا شد؟ جوان مردان مسلمان، به خاطر الله 8 مارس گفته خواهران و دختران مردم را به بی‌حیایی نکشانید. از الله بترسید.